کلا نظر. کلا می‌کنم امتحان بکنیم که کلا چجوریه دیگه. آره خوبی نیما جان، خب من بگو خوبه. داشتی میگفتی. آره. داشتیم راجع به جبر و اختیار صحبت میکردیم که مشکلات جبر، اینکه مثلا طرف به جبر اعتقاد داره چه مسائل رو پیش میاره و مسئله اصلی این که مثلا تو به جبر کامل مثلا اعتقاد داشته باشی، چون مثلا الان خیلی از فیلسوفر معتقدن که مثلا همش جبره، بعدش مسئولیت معنا پیدا نمیکنه. درسته وقتی که مسئولیت معنا پیدا نمیکنه، اتفاقی که میفته اینه که حالا دیگه من چرا باید مسئول باشم که مثلا فرضاً این کاری که کردم درسته، این کاری که کردم غلطه. اون وقت مثلا میتونم مثلا هر جنایتی انجام بدم و بعدش بگم که مثلا پدرم معتاد بود، مادرم معتاد بود، و حتی کسی هم که مثلا فرضاً یک گروه سیاسی مثلا میاد مثلا میگه که تقصیر این نیست، تقصیر جامعه است. آره. مسئولیت پذیری رو به نوعی من میگم که اینکه به نوعی خب قبول کردن جبر خب به معنای بردگی. آره تو کاملا. برده دیگه. نه کاملا حرفت صحیحه. من دارم فکر میکنم مثلا میخوام به جبر فکر کنم. مثلا میگن خب یه چیزی هست به اسم عقل. خب خب این عقل یک وسیله است. خب مثلا فکرشو بکن زمان حضرت محمد. خب جایی که انسانهایی که حضرت محمد اونجا اومد و میخواست کمکشون بکنه، اون انسانها عقلشون به کار نیافتاده بود. خب برای اینکه عقل به کار بیفته باید یه سری قوانین میومد دیگه، درسته؟ وقتی که همینجور عقل شروع میکنه رشد کردن، الان ما توی مثلا از نظر جمعیتی در نظر بگیر، گروهی انسان ها کلکتیولی، ماها به یه عقل کلی الان رسیدیم که من میتونم توی یه سنی 15 16 سالگی بشینم تفکر کنم و تأمل کنم آیا من نتیجه کارای پدر مادرمم. وقتی من بتونم به این فکر بکنم، اونجا دیگه جبر معنی نداره، اونجا اختیار معنی پیدا میکنه. من مثلا میتونم، انسان ها میتونن تو ایران به دنیا بیان، تو افغانستان به دنیا بیان، تو همه کشورها به دنیا بیان، درسته؟ من میتونم بگن او من کار کردم چون پدر مادرم اینجور بودن، یا فلان، همین که صحبتایی که تو الان میکنی. پس اگه این صحبت ها رو بکنن، یعنی از عقلشون استفاده نمیکنن. خب من باید از عقل و اختیار خودم استفاده کنم، برم تفکر و تأمل کنم، تعمق کنم. میگم من اختیار دارم که میتونم مثل پدر مادرم همون جوری اون کارا رو بکنم، یا میتونم انتخاب بکنم اون کارو این بکنم. من اینو میگم پرسشگری. آدم آره. پرسشگر باشه، یعنی که مثلا فرضاً پرسش بکنه که آیا این دین و فرهنگ و رسم و رسوم و این چیزایی که پدر مادر من بهم مثلا دادن یا هر چیزی، آیا این درسته، این کار اصلا عقلانیه یا فرضاً نیستش. و نه گفتن میدونی سخته مثلا نه، آدم نه بگه که درسته. یعنی اختیار سلبی که میگه. یعنی اینکه مثلا فرضا من بگم، مثلا فرض میگم مثلا یه نفری مثلا میگه که فرض بکن مثلا من سربازم، اون وقت میگن که یه اعدامی رو مثلا فرضا تو باید اعدام بکنی و من مثلا بگی نه، اونجا تازه به اونجا اختیار من میشه. اینکه مثلا کل جامعه مثلا فرضا مثلا تمام این هیرو، وقتی که کل جامعه مثلا بگه که مثلا تو باید فلان کارو بکنی و تو بگی نه، در نه. مقابلش وایسی، میدونی چی میگم؟ و چقدر کمن کسایی که مثلا این کارو کردن، ولی چقدر به ما یاد دادن. مثلا همین کلیپی که الان دارم درست میکنم که خیلی دوست دارم همینه، که مثلا الان هم متنی که دیشب واسهتون خوندم حالا کلیپشو درست میکنم و تو این کلیپ دارم مثلا همه این کسایی رو که نگفتن رو دارم نشون میدم، همه این کسایی که و موضوعش اینه که وقتی موضوعش یه چیزی که خیلی واسه من جالبه اینه که مثلا ما توی گذشته که مثلا زندگی میکردیم همیشه راجع به این قهرمانا صحبت میکردیم که این قهرمانه اینجوری بود و این قهرمانه اونجوری بود و ولی الان اصل قهرمانان مرده، یعنی زمان قهرمانان مرده و زمان پول و نمیدونم میدونید چی میگم. آره بچه. کسی قهرمان بودن رو دیگه پرستش نمیکنه، کسی نمیخواد دیگه قهرمان بشه، همه میخوان یه زندگی معمولی داشته باشن، میخوان پولدار بشن، ولی کسی اون قهرمانی رو که مثلا میگه نه و مثلا دیگه اونو دیگه کسی ستایش نمیکنه و خیلی این خیلی غمگینه. می‌دونی آره چی متوجه هستم. ببین برای اینکه امروز من فکر میکنم خودمون قهرمان هستیم. من قهرمان زندگی خودم هستم. قبلا ها یک رابین هودی داشتیم که میومد از پولدارا میدزدید به فقیرها کمک میکرد. خب یا یه دانشمندایی داشتیم که کتاب مینوشتن. اینا بد نیست. خب
ولی اینا پشتش یک حقیقتی که اون حقیقت پوشیده است. ببین آدمی که نه نمیگه، بلد نیست نه بگه، به خاطر اینکه ترسی پشتشه. وقتی با دقیقا. ترسش آشنا بشه، با اون خشمش دوست بشه، بعد راحت میتونه بگه نه. مثلا بچه ها رو در نظر بگی، بچه 2 3 ساله، خب اینا وقتی نه میگن یعنی چی؟ یعنی داره قشنگ در درون خودش خشم اومده بالا، میگه نه. قشنگ میگه، یعنی اون حقیقت اون بچه است. ولی ما چیکار میکنیم؟ نهش رو برعکس میکنیم، میگیم نه، نگو نه، من بزرگترم، قویترم، داناترم، باید بگی آره. خب اینا همه رو به قول تو باید برد زیر سوال. ما الان به جایی رسیدیم که تمام باوران، نگرشات، درکامون رو باید بذاریم زیر سوال. یعنی به اون عقل کلی رسیدیم. و اینکه شما میگی که مثلا ما یه سری هیروهایی داریم که باید اونا رو نگاه بکنیم. ببین من خودم، چون تو خودم دیانت بهایی رو انتخاب کردم، خودم رفتم یه سری نگاه کردم، دیدم که اون بهاییای مثلا 100 و خورده سال پیش که تازه بهاءالله اومده بود تو ایران و شروع کرده بود، مثلا بهاءالله باب اومده بودن تو از ایران شروع شد. این کسایی که توی اون زمان، نیما، تو اون زمان که مردم انقدر خرافاتی بودن، اینقدر خرافاتی بودن که اصلا دیگه ایران داشت منفجر میشد. خب اینا اومدن 1848 یه خانومی به اسم طاهره، خب اومد روسریشو برداشت. برای من اون قهرمانه. ببین برای من اون قهرمانه. من نگاه میکنم میبینم توی اون زمان یک که بهش لقب قرةالعین دادن. خب که وقتی من نگاه میکنم میگم خب من باید زندگی تاره رو بدونم. کی بوده؟ چه اتفاقی در زندگیش افتاده؟ باوراش چی شده که باوراش رو همچین قشنگ گذاشت زیر سوال و همه رو ریخت دور و به اون حقیقت خودش پی برد. من کاملا با تو این چیز موافقم که ما باید یه سری افراد رو بریم بشناسیم، نگاه کنیم و ببینیم اونا به چه حقیقتی پی بردن. اگه اونا میتونن، من و نیما هم میتونیم. هیچ فرقی با اون دقیقا هم این دقیقا مشکل، دقیقا همین موضوع همینه دیگه. الان موضوع اینه که دیشب راجع به یه چیزی داشتیم صحبت، من مناظره برگزار میکنم، توی مثلا مناظراتمون که مثلا برگزار میکنم واقعا میبینی که مثلا مثلا کسایی که سیاسیان مثلا اعتقاد دارن که میشود تغییر داد این حرفو، ولی اون کسایی که مثلا سیاسی نیستن و مثلا تو تمام این کارا رو مثلا دارن میکنن، واقعا به این اعتقاد دارن که هیچ کاری نمیتونن بکنن. واقعا یعنی به معنای واقعی پذیرفتن که هیچ عملی، هیچ کاری نمیشه کرد. مثلا اصلا جبر رو قبول کردن. اصلا مثلا طرف فکر میکنه که مثلا کشورهای غربی مثلا خدا، مثلا یارو میتونه مثلا کن فیکون بکنه، همه چیز رو تاریخ رو از پشت نوشتن. این به معنای واقعی جبره. و بعدش مثلا خیلی چیزی که الان هست، حرفی که داریم میزنیم اینه که بیایم آقا تاریخ رو بخونیم و این قهرمانا رو بیایم یاد بگیریم. این قهرمانا آدمایی مثل من و تو بودن آدمای عادی بودن که یه دفعه به این نتیجه رسیدن دیگه ایناف ایز ایناف. میگیری چی میگن؟ باید برم تو درونشه. ببین یه حرف خیلی قشنگی میزنی، اونی که میاد میگه که مثلا جبر همینه. ببین ما تو زندگی شخصیمون، به نظر بنده، ما میخوایم کاری رو بکنیم که میتونیم بکنیم. اگه تصمیم بگیریم کاری رو بکنیم که نمیتونیم بکنیم، کاری که میتونیم بکنیم هم دیگه نمیتونیم بکنیم. من این رو توی صلح درونی تو روشم وقتی استادم صحبت میکرد از استادم یاد گرفتم. خب ببین این خیلی قشنگه. این کسایی که الان همه زندگیشونو دادن دست جبر، میگن جبره، به خاطر اینکه نمیخوان کاری رو بکنن که میتونن بکنن. من تو خونه اصلا هست. فوکوسشون رو اون نیستش. آره اصلا اصلا. موضوع مثلا که اصلا فوکوسشون رو اون نیست. اصلا فوکوسشون رو آره. اینه که فلانی این کار کرد، فلانی اون کار کرد. همش یعنی تو مشکل اینجاست که مردم دارن تو فرافکنی زندگی میکنن و این فرافکنی رو پذیرفتن. یعنی مم. چون راحت تره. ببین به نظر من جامعه ایرانی تو 2 تا چیز گیر کرده، یکی وابستگی، یکی مهرپروری، مهرطلبی. ببینی وابستگی شدید پیدا میکنن به افراد و میخوان که دوستشون داشته باشن، چون یه کارایی رو میکنن که دوستشون داشته باشن و اونا هم بتونن اونا رو دوست من داشته رو خود من روی این مشکل داشتم. یعنی مثلا گفتم واسه فکر کنم تو حالت چون ضبط میکنیم دوباره میگم، ولی من همیشه آدمی هم که خب من خب به شخصه آدم انکشسی هم و fear of abandonment دارم. یعنی از بچگی fear of abandonment داشتم باشن. و به خاطر همین هم هستش که گروه میزنم، همیشه سعی میکنم مردم رو بیارم کنار خودم. ولی یعنی مثلا این هم گروه داریم و این حرفا، به خاطر این دارم fear of abandonment هم چیز میکنم.
و مهم. هیچ وقت دوست ندارم هیچ کسی رو از دست بدم، بخاطر همیشه سعی میکنم که میانه رو باشم و این حرفا. مهم. مهم. ولی واقعا تو این اتفاقات اخیر کشورمون فهمیدم که اگه تو میانه رو باشی یعنی دستت به خونه آغشته شدن. خب تو باید یه جایی بگی که نه. خب و یعنی نه بگی به همین fear of abandonment، بگی نه و من استنسم اینه. و وقتی که این کارو میکنی خب آدم از دست میدی، یعنی مثلا رفیق از دست میدی، مثلا کسی رو که باهاش دوست بودی رو از دست میدی و مثلا توی یه گروه 40 نفر مثلا 10 نفر مثلا لف میدن وقتی که مثلا تو استنس مشخص میکنی. ولی موضوعش اینه که بعد بگی نه، بعد بگی نه. آره. خب نگاه کن، خیلی قشنگه، شجاعت میخواد. م. این شجاعت در قلبه. ببین تمام این خواصی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، محبت، عدالت، شجاعت، اینا تو سر نیست. چون اگه تو سر باشه ضد و نقیض داره. خب هم شجاعت داره، هم ترس داره، هم محبت داره، هم تنفر داره. همه چی تو سر ضد و نقیض داره، ولی تو قلب فقط شجاعته. چون به حقیقت خودت پی بردی. ببین بچه‌ای که به دنیا میاد، از زمانی که به دنیا میاد تا سن 3 سالگی، خب این بچه چسبندگی داره، باید به مادر بچسبه. اگر مادر بره سر کار، بچه پاره پاره میشه. یعنی واقعا دردناکه برای مادرای امروز که تا بچه به دنیا میاد میدنش دست ننی یا میدنش دست که دیگه میرن سر کار. خب من واقعا متاسفم که باید اینو اینجا بگم، ولی یک حقیقت امروزه است. بچه که 3 ساله میشه وارد یک وابستگی به مادر میشه که با وحشت همراهه. از 0 تا 3 سالگی وحشت نیست، ولی از درون داره هی پاره میشه، میترسه. خب 3 ساله که شد یه دفعه معتاد میشه، باید مادر رو ببینه، باید آرامش درونش رو داشته باشه. خب بعد میشه 5 ساله، 5 ساله میشه عادتش، به تمام این چیزا دیگه عادت میکنه. خب عزیز من، حالا فکرشو بکن، ما چه بلاهایی، چه اتفاقاتی از 0 تا 5 میفته، بعد میرسه به 5 تا 8. حالا یه داستان دیگه ای داره، ولی وقتی رسید به 11 باید کاملا به این اعتقاد پیدا بکنه که اگر مادر و پدرم مردن، مردن که مردن، من میتونم رو پای خودم وایستم، من ایندیپندنسی خودم رو دارم، من زنده و خوشحال خواهم بود اگه پدر مادرم بمیرن. کدوم خیلی بچه سخته. خب همین خیلی. فکر بکن، کدوم بچه 11 ساله ای تو این فکره؟ انقدر این وابستگی ها و مهرپروری ها تو ایران زیاده که ما یه خانم 40 50 ساله میشیم که خدا نکنه مادرمون یا پدرمون یا خواهرمون به بعدمون سرشون درد بگیرن، من به شخصا اینو دیدم دیگه، مثلا طرف مثلا الان یه رفیقی دارم، خودشون به افسرده میشن. الان ماهاست اصلا ماهاست طرف اصلا یعنی واقعا خیلی خیلی من تلاش میکنم مثلا کمک بکنم، ولی ماهاست که مثلا رفیقم مثلا واقعا افسرده. من یه نفر نه، دو سه تا مثلا رفیق دارم که بعد از اینکه مثلا یه دونشون پدرشون فوت، دو تاشون پدرشون فوت کرد، مثلا یکیشون شوهرشون فوت کرده، اصلا افسرده زندگی زندگی قبل و بعدشون رو اصلا میتونی اصلا یه اصلا فرد اصلا کنفیکون شده اصلا. شده. آره خیلی این خیلی خطرناکه، چون ما اینا دیگه میدونی اینا تو اون زندان نفس گیر کردن. تفلکی ها فکر میکنن خداشون اینا بودن. خب وقتی به اینا عادت میکنن خب خیلی سخته دیگه. بحث امنیت، یعنی همون بحث امنیت هست که وقتی نگاه کنم ما به یارو چی میگن محیط امنمونه، اون سیف زونمونه. مثلا دیروز پریروزی ها مثلا داشتم میرفتم توی، من تازگی خیلی دارم تلاش میکنم که از این محیط امنم برم بیرون. و دیروز یه کتابخونه هستش تو نورفیوک سنتر، نمیدونم حالا رفتین یا نه، ولی خیلی کتابخونه جالبیه. من همیشه میخواستم برم و بعدش فکر کنم سیما جو میوتی دیگه. آره. ببخشید من الان یه کوچولو پیغام به همسرم بدم چون اوکی. تلفن شد، شما بگو گوش میدم. بعدش توی نورفیوک سنتر رفتم که چیز بکنم، توی این نورفیوک سنتر کتابخونه رو ببینم. اتفاقی که اونجا افتاد اینه که اونجا یه چیز خیلی جالبی که بود، اینجا 20 تا میز بود. من اولین بارم بود که میرفتم توی این کتاب. 20 تا میز بود، 10 تا آدم بودن. و همیشه از خودت سوال میپرسی که اوکی این 10 تا آدم چجوری توی 20 تا میز میشینن. و این خیلی سوال جالبیه و جوابش خیلی چیزی که مثلا دیدم خیلی اینترستینگ بود. هر کدوم از این میزا یه نفر آدم نشسته بود و دو نفر آدم کنار هم دیگه نشسته بود. خب آها. چرا؟ خب واقعا حالا اینجا پرسشگری شروع میشه، چرا توی مثلا 20 با 20 تا میز
چرا باید 10 نفر آدم هر کدومشون سر یه میز بشینن؟ به خاطر اینه که سیف زونه. میدونی چی میگم؟ یعنی ما یه نفر آدم نمیره، یعنی واقعا یه نفر آدم نمیره بپرسه که ببخشید من میتونم کنار شما بشینم؟ سلام من نیما هستم مثلا، نیما. من با شما بشینم. مثلا فرضاً توی مترو مثلا رفتیم، مثلا توی سابوی که مثلا دیروز رفتم، مثلا من شروع کردم به پرسشگری از زندگی و این حرفا. اون وقت مثلا خیلی جالبه، مثلا توی مترو وارد شدم، مثلا هیچ وقت مثلا اگه دقت کنی به رفتارت نمیری مثلا بغل یه نفر دیگه بشینی وقتی مثلا جا هستش، یا مثلا سلام علیک نمیکنی. من مثلا تو سعی کردم مثلا دیروز مثلا که اونجا میشینم اوکی مثلا بغل طرف بشینم، یا مثلا یه نفر واسه آقا بیا بشین سلام من نیما هستم. میدونی چی میگم؟ ولی مثلا از اون کامفورت زون، یعنی جمله این یعنی فلسفه زندگی من شده، جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شد تا که قرار آیدت. این دقیقا جمله ای که من خیلی دوست دارم، یعنی که از کامفورت زونت برو بیرون. این همه اول اصلا میگه که جمله بیقراریت از طلب قرار توست، این همه انکشس و ببخشید میتونی یه ذره یواشتر بگی من درست متوجه جمله بیقراریت از طلب قرار توست. از قرارت. اوکی. طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. خب هر چه قشنگه. خب یعنی که میگه که تا این همه تو انکشسی و استرس داری و این حرفا به خاطر اینه که تو به دنبال امنیت میگردی، به دنبال ناامنی برو تا که امنیت واسط به وجود بیاد. و اینو من خیلی دوست دارم چون واقعا مکسنس میکنم، چون یعنی حرفی که داره میزنه این که چجوری اعتماد به نفس به وجود بیاری. یعنی مثلا مولانا مثلا 1000 و خورده ای سال پیش داره بهت میگه که اگه میخوای به اعتماد به نفس برسی، خب اعتماد به نفس چجوری به وجود میاد؟ اینه که من برم توی یه محیط ناامن، ببینم که زنده میمونم نمیمیرم، و این کار رو ریپیتدلی انجام بدم، یه بار دو بار 1000 بار. وقتی 10,000 بار مثلا تو بریم توی یه محیط ناامن و باید دوباره زنده بمونی، اعتماد به نفس به وجود میاد دیگه. درسته. دقیقا دقیقا همینه. و میتونی چی کار کنی؟ ببین این صحبتایی که تو داری میکنی بسیار قشنگه. تو خودتو تو محیط بیرون ناامن قرار میدی که هی اینو تکرار کنی. خب حالا کار بنده چیه؟ من نیما رو میبرم تو اون 2 سالگی و 3 سالگیش. نیما اونجا ناامن بوده، اونجا امنیت نداشته. خب برای همین بیرون الان براش مهمه. خب من وقتی ببرم تو رو توی 2 سالگی و 3 سالگی ببینی که اونجا امنیت و عشق نبوده، اما بچه 2 ساله 3 ساله نیما نمیتونه به این حقیقت خودش پی ببره. تو میگی من abandoned child دارم، خب تو باید بری اون بچه رو ببینی کی ولش کرده. تو ولش کردی، پدر مادر که ولش نکردن، پدر مادر 24 ساله باش بودن. پس تو اونجا در قلبت بسته میشه. ببین بچه که به دنیا میاد با یه سر خالی میاد تو این دنیا، سر پاک و خالی، هیچی توش نیست، درسته؟ و وقتی که میاد اینا پدر مادر پروگرامش میکنن، کاندیشنش میکنن. اما قلب نیما همه خصوصیات های خوبی رو داشته. خب نیما مهربونه، نیما عشق، نیما صداقت، نیما محبت، همه اینو باش اومده. برای همین هی مولوی اومد و گفت برین تو قلبتون، برین تو قلبتون. خب وقتی که نیما 2 سال است 3 سال است نمیتونه وارد قلبش بشه، نه شعورشو داره نه به طور کلی میگم منم همینطور. ما نه شعورشو داریم، نه فکرشو داریم، نه اطلاعاتشو داریم، نه کپاسیتیشو داریم، نه سر من اونقدر رشد کرده. احساس ترس میاد بالا، احساس خشم میاد بالا، احساس گناه میاد بالا. بچه اینا رو درک نمیکنه. در قلب بسته میشه. نیما اونجا نشسته، قلب رفته وکیشن، اصلا رفته مسافرت. نیما خبر نداره که یه قلبی داره که داره تمام این خصوصات هست. نیما میشه 15 16 17 20 25 30. نیما باید برگرده با این شعوری که الان داره، باید برگرده اون بچه رو ببینه. نیما ببینه که چه اتفاقی افتاده. و این کاری که بنده میکنه، من وقتی با یه جلسه نیما رو میبرم کودک درونش رو انجام میدم، اون abandoned child رو میبینه و میبینه که اونجا بچه ناامن بوده. وقتی که اونجا این وحدت به وجود میاد، این وحدت عشق حقیقی نیماست. نیما قشنگ اونجا همه چی رو متوجه میشه، با چشم درون خودش میبینه. پیروزا با هم صحبت میکردیم، گفتیم بهترین عدالت چیه؟ بهترین عدالت امروزه اینه که من با چشم خودم حقیقت رو ببینم، نه با چشم سیما، نه با چشم همسایم، نه با چشم پدر مادرم، نه با خیلی چشم. مهمه. خیلی خیلی مهمه. مهمه که تو بری حقیقت رو ببینی. تو همیشه میتونی یه بچه 2 3 ساله باشی که خیلی راحت زندگی کنی با خوشی، ولی باید برگردیم و این رو تجربه کنیم. نیما جان باید مثلا الان دوست که همسرش رو از دست داده،
هیچ مسئله نیست، میتونیم برش گردونیم به گذشتهش، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، صحنه رو براش کمک کنیم پاک کنیم. همه تو سرشون گیر کردن. همه یادت گفتیم این سر سفارتخونه این دنیاست، قلب سفارتخونه اون دنیاست. خب وقتی من تو سرم گیر کردم، من این افکار به من میگن تو اینی اونی، شاید از دست دادی، من یا خودشیفتم یا افسردم یا متنفرم از این اون یا میخوام بجنگم یا تا همین رو تحت جبر میندازم. اینو کار سره. ذهن من داره به من چیکار میکنه؟ داره منو میخواد برای من سروایو کنم، من برای بقا زندگی کنم. هی داستان میسازه، هی داستان میسازه، به من مریضی میده، بدم مدلای مختلف میده. یه روز به من میگه تو فرشته، یه روز به من میگه تو شیطانی، یه روز به من میگه اون روبروی شیطانه، او پس این فرشته. همینجور تو قضاوت گیر کردیم، توی توقع گیر کردیم، تو توضیح و توجیه گیر میکنیم، توی همه اینا گیر کردیم. خب ولی اینا وظیفهشون اینه که به روح من خدمت کنن. خدا اینا رو به من داده، اوکیه. نیما الان میشینه اونجا قضاوت میکنه که چطوری کارش رو درست بکنه، میکروفونش رو بهتر بکنه، با کسایی صحبت بکنه. اینا قشنگه، برای خودت کار میکنه، برای جامعه. اما اگه اینا بر علیه تو بلند بشه بگه من نمیخوام این کارو کنم، من اینجوری کنم، من باید با فلانی بجنگم، من باید ثابت بکنم، خب تو سر این دیگه اصلا هیچ، نه تو رشد میکنی نه جامعه همون رشد میکنه. مثلا خشم الان خیلی بحث بزرگه واسه من. یعنی خشم، یعنی جملاتی که مثلا راجع به خشم میبینی این روزه، میگن که مثلا نمیخوام مثلا خیلی سیاسیش بکنم، ولی مثلا از نظر مثلا روانی مثلا میخوام اینو چیز بکنم. مثلا یه جمله امروز مثلا خوندم میگفتش که اه، اگه ایران تمام زیرساخت‌ها رو بزنن، ما حداقل از سر این آخوندها مثلا خلاص شد. خب مثلا این جمله خب خشم ازش میبره. یعنی واقعا نمیدونم حالا، ولی جمله ای نیستش که آدم در روز مثلا عادی همچین حرفی رو بزنه. متوجه میدونی چیه؟ نیما جان نگاه کن، ما در هر شرایطی گفتم یه حقیقتی اون زیر پوشیده است. مردم اگه همچین آرزویی رو دارن، حالا در هر جایی که باشن، تو ایران باشن، تو نمیدونم روسیه باشن، تو اوکراین باشن، تو اسرائیل باشن، تو پاکستان و افغانستان باشن، بالاخره یک حقیقت اون زیر نشسته که مردم از این حقیقت رو نمیبینن، ولی با ترسشون میخوان نشون بدن که بابا ما مخالف این عدالت نیست. خب پس در حرف میزنی راجع به ترس و خشم، خیلی خوبه. خشم از ترس میاد، میدونی چی میگم؟ کاملا اون 100%. مثلا این خیلی مهمه. یعنی مثلا اون کسی که میبینی از همه خشمناکتره، کسی بوده که از همه بیشتر یه جایی ترسیده. حالا خود اون ترس تبدیل میشه به چیزهای مختلف و سافرینگ و نمیدونم تمام سایکل دیگه. آره ولی خب حالا ما نمیدونم سایکلش رو شاید شما بتونید بهتر به ما توضیح بدید که سایکلش چجوریه که از ترس آره ببین نگاه کن تمام پایرامید دارم فکر کنم اگه اشتباه یه پایرامیدی هستش واسه این که مثلا چجوری خش تبدیل میشه مثلا به سافرینگ و اینجور. آره ببین نگاه کن، ما میخوایم یه چیز مسئله خیلی ساده بکنیم که همه متوجه بشن. خب خشم، ترس، احساس گناه، احساس خجالت، احساس شرم، اینا بهترین دوستای منن. اینا بد نیستن. زمانی بد میشن که یه بچه 3 ساله 4 ساله اینا رو درک نمیکنه، همونجا سرکوب میشن. خب ولی وقتی من به سن بزرگ میرسم، به سن 20 میرسم، به سن 25 میرسم، خشم من بیدار میشه، باید به این خشمم فکر کنم، میگم او الان دوست من داره سر من داد میزنه یا همسر من داره سر من داد میزنه، پس یک عدالتی در وجود من داره بیدار میشه که این کار درست نیست. درسته؟ من میتونم از عقلم استفاده کنم. اون داره ترسی که در درونش بیدار شده رو با داد و بیداد بیرون نشون میده. من عدالتی که در درونم بیدار شده میخواد به من بگه که مثلا سیما، این عمل عدالت تو رو بیدار کرده، میخوای راجبش چی کار بکنی. خب حالا عدالت دو مدله، یه عدالت رو ما اسمش میذاریم انصاف، یه عدالت اسمش مثلا میذاریم عدالت. انصاف دست فرده. من اگه به رشد خودم رسیده باشم، اگه مثلا نیما داد بزنه میگم خب نیما حالش امروز بد بوده، مسئله نیست، من دارم انصاف دارم، میذارم میرم، کاری به نیما ندارم، میگم خب امکان داره یه ماه دیگه خودم داد بزنم، میدونی. ولی یه عدالتی هستش که بیدار میشه و اگه نیما بی احترامی بکنه، دعوا بکنه، فحش بده، کتک بزنه، کارهای زشت انجام بده، باید جامعه بیاد از سیما رو چیز کنه، پروتکت بکنه، محافظت بکنه. جامعه باید بگه آقای نیما شما نمیتونین اینجوری رفتار بکنین، این رفتار برای جامعه و برای این اصلا درست نیست. خب
پس ما باید یه جامعه سالمی داشته باشیم، یه اجتماع سالمی داشته باشیم، یه قانون سالمی داشته باشیم که بتونه از مردم پروتکت بکنه. ولی شعور افراد باید بیاد بالا. شعور افراد باید بیاد بالا، چون از فرد شروع میشه. نیما جان، همه چی از فرد شروع میشه. یادت چند وقت پیش صحبت کردیم؟ واسه خیلی این کلیپی که دارم درست میکنم میگم که آزادی از من شروع میشه. آزادی از فرد شروع میشه و این آزادی از من شروع آره، میشه. از فرد شروع میشه. وقتی فرد خودش رو ببخشه، نه که بخشیدن، نه، خودش رو ببینه دارای چه قوای درونی هست. ما همش داریم از سرمون استفاده میکنیم، سر نمیکشه. سر ما آخرش میگه اوکی دیگه، من گیواب میکنم دیگه، همین دنیا همینه دیگه، یا باید خودم بکشم. ببین پولدار میشن میرن خودشونو میکشن، مشهور میشن میرن خودشونو میکشن، ازدواج میکنن بچه دار میشن هنوز ناراضیان، ازدواج نمیکنن بچه ندارن هنوز ناراضیان، مجردن ناراضیان. اینا همه بازیای سر متأهل میشن ناراضی هم. میشن. ببین توی سر انقدر اینا ضد و نقیزه که ما گفتیم باید مجرد میشن متأهل میشن. یه جمله داره اسم این یارو فلسفه فیلسوفه رو یادم رفته، میگه که ازدواج یه چیزیه که همه، یه قفسیه که همه میخوان برن توش، بعد از اینکه میرن توش تازه میخوان اونایی که توشن همه میخوان بیان بیرون. اینم داستان ماست. آره اینم خب به خاطر چی؟ ببین اگه ما خودمون رو شناخته باشیم، باز برمیگردیم به شناخت فرد. ببین یه بیانی هست از بهاءالله خیلی زیباست، یه لوحی داره به اسم لوح ترازات. خب میگه تراز اول، بذار من ببینم اصلا دارمش اینجا، خیلی این قشنگه، حالا یه ذره سخت هست ولی میگه که تراز اول و تجلی اول که از افق سماع کتاب اشراق نموده، در معرفت انسان است به نفس خود و به یه بار آنچه. دیگه ببخش یه ببین یه بار خیلی دیگه. سخت، اول برای توضیح میدم. ببین تراز اول، یه آه. لوحی هست به اسم ترازات که تراز اول، تراز دوم، تراز سوم. ما تراز اول رو میخوایم بدونیم چیه. میگه تراز اول و تجلی اول که از افق سماع کتاب اشراق نموده، در معرفت انسان است به نفس خود و به آنچه سبب علو، بالا رفتن، و دنو و ذلت و عزت و ثروت و فقر است. خب حالا میخوایم اینو نگاه کنیم ببینیم که یعنی چی. خب چیز میکنم. آره من اینجوری نگاه میکنم، میگم خب تراز اول در معرفت انسان به نفس خودشه یعنی چی. نگاه میکنم میگم اولین و مهمترین حقیقتی که انسان باید به دست بیاره شناخت خودشه. خب خب یعنی چی؟ یعنی چی بفهمیم؟ یعنی که بفهمی که بعد دنبالش میگه که میگه افق سما، میگه که در معرفت به نفس خود و به آنچه سبب علو و دنوه. خب حالا ما میخوایم ببینیم علو یه کلمه عربیه، درسته؟ میخوایم یعنی چی؟ میگیم که علو یعنی چیزی که اونو بالا میبره، دنو اون چیزی که میاره اونو پایین. و اونجا میگه چی؟ میگه چه چیزی اونو غنی میکنه یعنی به ثروت واقعی میرسه، چه چیزی اونو فقیر میکنه یعنی از فقر درونی. پس همین که تو الان گفتی، آغاز راه برای هر چیزی یک خودشناسی واقعیه. پس یه بچه 3-4 ساله نمیتونست این کار کنه. زمانی که حضرت نوح اظهار امر کرد و اومد با عنوان یک پیغمبر، ما همه انسان ها بچه بودیم، نمیتونستیم بریم تو درون خودمون، باید یه قوانینی بیرون شکل میگرفت، درسته؟ پس هممون کلکتیولی بچه بودیم. بعد حضرت ابراهیم اومد، بعد حضرت موسی اومد، بعد حضرت مسیح اومد. دیگه اصلا تمام این مثلا پیامبران تازه الان واسه میک سنس میکنه، یعنی واقعا تازه بعد بری بخونیشون آره خیلی. آره. آره اینا خیلی مکست میاد، چون اینا بودن که به ما کمک کردن ما اول بیرون رو بسازیم. ما دنیای طبیعت، ببین 3 تا کتاب هست، حالا هی از این موضوع میرم به اون موضوع ولی فکر میکنم وسط که اینا میاد خیلی مهمه. یک کتاب کتاب طبیعته، یک کتاب کتاب انسانه، یک کتاب کتاب مقدسه. هر فردی که به سن بلوغ میرسه باید این 3 تا کتاب رو بخونه. من باید طبیعت رو درک بکنم، من اصلا باید بدونم این طبیعت برای چیه که ساینس به من کمک میکنه دیگه. من طبیعت رو درک کنم، متوجهش بشم. خب بعد باید برم کتاب انسان رو بخونم، انسان، وجود انسان کیه، چیه، برای چی اومده این دنیا، علت ظهورش چیه. بعد باید برم کتاب مقدسم بخونم. این 3 تا رو که بخونم تازه میتونم به یه حقیقتی پی ببرم. من خب یه چیزی که هستش مثلا کتاب مقدس، تو مثلا کسایی که مثلا ایتیستن یا اگنوستیک، من قبلا اگنوستیک بودم،
چیزی که هستش اینه که واقعا با یه دید، یعنی آقا هر چیزی، من یه درخواستی که دارم از هر کسی که مثلا میخواد اینا رو بخونه، آقا هر دید و هر چیزی که داری رو بذار کنار. خب به عنوان یک فردی که کاملا مغزش خالیه، بشین مثلا این کتابای مقدس رو بخون و الان وضعیت کشورمون رو نگاه بکن. خب درسته مثلا خیلی مثلا شاید مثلا خیلی چیزاش مثلا واسه الان میک سنس نکنه، ولی خیلی چیزاش مخصوصا تو این وضعیتی که الان تو کشورمون داره، که مثلا مردم مثلا خیلی مثلا دشنام میدن، مثلا خیلی مثلا خیلی کارهای وحشتناکی میکنن مردم الان. مثلا تازه میک سنس میکنه، چون فکرشو کن مثلا 2000 سال پیش، مثلا اون زمانی که اینا بودن وضعیت از این بدتر بوده. فکرشو کن هیچ دینی نبوده اون وقت، نه مثلا فلسفه میدونستن، نه مثلا فرضاً روانشناسی میدونستن، هیچ کدوم اینا رو نمیدونستن. و یک دسته آدم، مثلا هزاران هزار نفر آدم بعد با هم زندگی میکردن. و حالا تازه دینه تازه میک سنس میکنه که چرا اینجور قوانین اون موقع، مثلا نمیگم قوانین رو، چرا یه همچین حرفایی میزنه، مثلا چرا میگه طرف خمس رو زد بده، چرا مثلا خب مثلا اصلا اینا همه معنی پیدا میکنه. اینا به حرف اولی که خودت زدی، گفتی همه چی رو با تو کانتکست خودش نگاه همه بکنه. چیز باید تو کانتکست خودش چیز خودش داره. نگاه کرد و اون زمان خودش و همهشون به نفع بشر بودن. فکرشو بکن عربا رو یه ذره تغییر بدم، نمیگم همه چیز تو کانتکست خودش ببین، میگم که یه دونه از بودایی که چیزا رو میبینی این هم باشه که تو کانتکست هم سپیریت باش، هم یعنی دوست یعنی سپیریت باش هم خوب، مثلا هم به دیده مثلا از جنبه های مختلف بهش نگاه بکن، ولی یه دونه از اون جنبه هایی که میخوای بهش نگاه بکنی، جنبه اول شخص تو اون زمان و اون مکان، و میدونی چی میگم، این به صد نظر جمله بهتری. آره. خیلی نه کاملا حرفت صحیحه. ببین ما میخوایم به یه نتیجه برسیم اینجا. خب ما میخوایم به یه نتیجه برسیم که حقیقت یکیه. حقیقت چیزه، یک حقیقت داریم، اما افراد باید بیان حقیقت خودشون رو بگن که به طور کلی ما به اون حقیقت برسیم. مثل جریان اون 6 نفر بوده که همشون کور بودن، داشتن میرفتن یه جای، مثل که مال سعدی یا فردوسیه، که یه فیلی اونجا بوده که یکی دست میزنه به خرطومش، یکی دست میزنه به گوشش، یکی دست میزنه به پاش، یکی دست میزنه به دمش. هر کدومشون یه نظری میدن. اونی که دست به خرطومش زده میگه تنابه، اونی که دست به پاش زده میگه ستونه، اونی که دست به گوشش زده میگه نمیدونم اینه. بعد آخر سر که همه حقیقت ها رو گوش میدن، 8 تا متوجه میشن این فیله. میدونی؟ پس حقیقت یکیه، ولی افراد رو ما لازم داریم از هر بودی، از هر دیدی ما مسئله رو نگاه بکنیم که بشینیم به اون حقیقت اصلی برسیم دیگه. و در این من چون فاز فیلسوفی هم دارم، حالا این حقیقت خود یکیست رو مثلا خودش میشه خیلی نقد کرد، ولی کلا بله. این یعنی بوت‌های مختلف رو حتما we are on the same page. Yeah, in the same thing. خب خیلی عالی بود نیما جان، خیلی صحبت خوبی بود و فکر کنم دیگه ساعت 10:10 شد. باش. اگه بعد خواستیم می‌خوایم ریکوردینگ رو استاپ کنیم دیگه، بس اگه چش حتما ریکوردینگ رو استاپ میکنیم. بفرستیم واسمون، باشه چش. دوستان ببینم چجوری شده. باشه استاپ ریکوردینگ.